سرخط خبرها: اخراج 65 شهروندی ازبکستان از امریکا. پاسخ مقامات ایران به سر و صداها درباره خاموشی و صحتی مجتبی خامنه‌ای. و یک ساکن دوشنبه را با گمان به دبی بردن و به تنفروشی وادار کردن زن بازداشت کردند. سلام از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی. برنامه نوید بامدادی را با آخرین خبرهای امروز 12 مارس پیشنهاد شما میکنیم. 65 شهروند ازبکستان را از امریکا خارج کردند. سفارت امریکا در ازبکستان خبر داده است که روز 11 مارس یک گروه عبارت از 65 مهاجر ازبکستانی از ایالات متحده به وطنشان برگردانیده شدند. مقامات امریکا در شرح سبب رانده شدن این مهاجران گفتند آنها اجازه قانونی اقامت را نداشتند. با نوشته سفارت از آغاز رهبری ترامپ بیش از 1000 شهروند ازبکستان از این کشور رانده شدند. مقامات تاکید کردند که این اقدام در دایره برنامه مبارزه با مهاجرت غیر قانونی و حفظ مرزها گرفته شده. هشدار دادند که هر کسی برای غیر قانونی برای وارد شدن به امریکا تلاش میکند زندان یا اجباراً اخراج کرده می شود. واشنگتن از حکومت ازبکستان برای همکاری در بازگردانی شهروندان این کشور اظهار مینتداری کرده است. بازداشت و بیرون کردن مهاجران غیر قانونی از قلمرو آمریکا از سیاست پیشگرفته پرزیدنت دونالد ترامپ است. از زمانی به سر قدرت آمدن او دهها تاجیکستانی هم از این کشور رانده شدند. مقامات ایران روز 11 مارس در واکنش به سر و صداها درباره بد بودن صحتی مجتبی خامنه‌ای رهبر عالی نفتعین ایران گفتند او در حمله‌های هوایی که سبب کشته شدن پدر و اعضایان دیگری خانواده شد جراحت برداشته است، اما حالا وضعش خوب است. مجتبی خامنه‌ای پسر 56 ساله علی خامنه‌ای رهبر کشته شده ایران روز 8 مارس از سوی مجلس خبرگان جایگزین پدر و رهبر سیوم جمهوری اسلامی انتخاب شد. اما از زمان حمله هوایی امریکا و اسرائیل به تهران او در محضر عام و در عکس و نوار ظاهر نشده است. روز 11 مارس تلویزیون دولتی ایران در گزارش او را ادامه دهنده راه شهیدان کشورش نامید، اما در مورد وضع سلامتی مجتبی خامنه‌ای جزئیات نداد و مکان بود و باش این روحانی هم افشا نشده است. خبرگزاری رایترز با تکیه به منبع‌های خود نوشته است حالا قدرت در ایران در دست سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی است. انتخاب مجتبی خامنه‌ای را بسیاری‌ها چون یک تلاش برای حفظ ثبات در ایران در این دوره نامعین می‌دانند. مقامات تاجیکستان از بازداشت یک زن 36 ساله با گمان خرید و فروش آدم یا قاچاق انسان خبر دادند. وزارت کارهای داخلی روز 11 مارس در خبرنامه نوشت که ساکن شهر دوشنبه ماه سپتامبر سال گذشته با راه فریب و وعده کاری سردرآمد زن 33 ساله ساکن وحدت را به دبی برده است، اما با گفته مقامات در آن کشور این زن به جای کار و استثمار جنسی یا تنفروشی مجبور شده است. در رابطه با این قضیه نسبت زن متهم به قاچاق انسان بر اساس ماده 130 یا آدمربایی پرونده جنایی باز شده است. قانون برای این عمل از 8 تا 12 یا 20 سال زندان را پیش بینی می‌کند. در حالی که میمونچه معروف ژاپنی پنچ به یک محبوب شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده و میلیون‌ها تماشابینش را با حیات مکاکه‌ها در باغ جانوران شناس می‌کند، همقومانش در بیرون به دردسر کشاورزان تبدیل شده‌اند. نچندان دور از خانه پنچ در باغ جانوران ایچیکا و مکاکه‌های دشمن اساسی کشاورزان دانسته می‌شوند. گزارش رایترز را در این باره همکارم تقدیم می‌کند. در بیش‌ازارهای ژاپن مکاکه‌ها آزاد می‌گردند. بخبر از محبوبیت پنچ در باغ جانوران ایچیکاوا. پنچ یتیم که یک بازیچه را مادر انتخاب کرد چند هفته است قهرمان ویدیوهای شبکه‌های اجتماعی گردیده است. میلیون‌ها نفر بعد دیدن ویدیوهای پنچ به فروشگاه‌ها شتافته میمون بازیچه‌ای را می‌خرند. ولی در دهات ژاپنیا بسیاری‌ها این میمون‌ها را چشم دیدن ندارند. کشاورزان میگویند مکاکه‌ها زراعت‌ها را نابود میکنند. از این رو هر سال بیش از 20,000 سر جانوران نابود کرده میشوند. بسیاری ها فقط از مکاکه های باغ جانوران آگاه هستند. خیلی کم می شود که آنها را در بیرون ببینند. فرق معلومات درباره حیات آنها هم در همین است. باور دارم که پنچ برای بسیاری ها الهام بخش آموزش حیات مکاکه ها خواهد شد. تاکایا ساما پژوهشگر میمون ها در دانشگاه کیوتو است و میگوید
پشت چهره شیرین و دلکشی پنچ واقعیت‌های تلخ حیات مکاکه‌ها نهفته است. من از مردمی که با بهانه پنج مکاکای ژاپنی را دوست داشتند سپاسگزارم، ولی در ژاپن این میمون‌ها به خاطر ضرری که به کشاورزان میرسانند به دام افتاده کشته میشوند. ماتسودا درباره به دام افتادن مادر و کودک مکاکا آگاه شد. یک هفته پس از افتادن به دام کودک جان داد و مادرش زنده ماند. البته خوب میشد برای پیشگیری از ضرر به حاصل کشاورزان دیگر چاره میاندیشیدند. از نظر علمی درست نیست که برای محافظت حاصل شماری معین میمونها به دلیل واقعی نابود کرده شوند. این تدبیر ثمر نمیدهد. تکومی مسعود برای امین ماندن از میمونها سبزاری خود را دور از آنها بنیاد کرده است. میگوید نگرانی های دهقانان را خوب درک میکند. وقتی میمون حاصلی با زحمت به دست آورده شما را میخورد علم‌آور است. گپ سر نفرت به میمون نیست، ولی وقتی میبینند که دیگر کار کرده نمیتوانند نسبت به جانوران نفرت پیدا میکنند. یک راه پیشگیری از هجوم میمونها جلب سگ‌های مخصوص بوده میتواند. این سگ میمونها را از بویشان میشناسد، از بو و صدا. ما به او میمون گفته سر میدهیم و او در آن واحد به آنجا میرسد. برای انسان مشکل است، ولی این سگ آسان تمام کوه را میگردد. ایساماتو میگوید همچنین میشود پنجره های برقی گذاشت و جنگلزارها را پاک کرد. مهم این است که ما چگونه راهی همزیستی را با آنها تنظیم کنیم. من باور ندارم که انسانها به آنکه اول تدبیرهای دیگر را بسنجند یک بار دست به کشتار میمونها میزنند. در حالی که 5 طرف دل مردم زیاد را به دست می آورد، در کوههای نگانو مسئله همزیستی خویشاوندان وحشی او و انسان حل نشده باقی میماند. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. سازمان زبان انگلیسی بدون مرز اسم غالبان آزمون بهترین آموزگاران زبان انگلیسی را در سال 2025 اعلام کرد. نوریدین اسایف آموزگار زبان انگلیسی از باختر، آموزگار نوآور سال و دانشنما سال جانو برنده جایزه آموزگار الهام بخش سال در تاجیکستان شدند. آزمون سازمان زبان انگلیسی بدون مرز با مبلغ گذاری سفارت آمریکا در تاجیکستان برگزار شده. هدفش قدردانی از افرادی است که در رشد تعلیم زبان انگلیسی سهم میگیرند. این برنامه که بیش از 5000 اعضا دارد در همکاری با وزارت معارف و علم تاجیکستان راه اندازی می شود. در دایره آن به آموزگاران برای آموزش فناوری‌های نوین و بالا بردن سویه دانش کمک رسانیده می شود. و در این قسمت برنامه بخش یک روز در تاریخ را می‌بینیم که مهمترین تحولات تاریخی در روز 12 مارس را پیشنهاد شما می‌کند. 12 марти соли 1884 академик Евгений Павловский таваллуд шудааст ки ӯро ҳамчун бунёдгузори мактаби паразитологияи шӯравӣ ва аз ҷумла мактаби зоологияи тоҷикистон мешиносанд. олими машҳур аксари рисолаҳои илмияшро ба омӯхтани бемориҳое бахшидааст ки сирояти инсон аз ҷонварони заҳролудро ошкор мекунад. Павловский 81 сол умр дид. То соли 2015 осорхонаи зоологии Институти зоология ва паразитология Академияи илмҳои Тоҷикистон ба номи ӯ буд. бо ташаббуси созмони гузоришгарони бидуни марз аз соли 2008 ба ин сӯ ҳар 12 март чун рӯзи ҷаҳонии зидди сензураи интернетӣ таҷлил мешавад. маҳдуд кардани дастрасӣ ба сомонаҳои хабарию мунаққиди ҳукумат як навъи сензураи матбуот ба шумор меравад ки ҳукумати Тоҷикистон ҳам аз он фаровон истифода мекунад. дар солҳои истиқлолият даҳҳо журналист ва блогер барои пӯшиши озоди матолибе ки мавриди нороҳатии мақомдорон мешаванд ҷазо дида дасти кам 4 журналист барои пахши
матолиби бепардаи интиқодӣ дар шабакаҳои интернет пушти панҷара рафтанд. ин дар ҳолест ки қонуни асосии тоҷикистон сензураро манъ кардааст. 12 марти соли 1959 нависанда, тарҷумон ва филмсоз Гулбаҳор Мирзоева таваллуд шудааст. баъди пошхӯрии шӯравӣ дар Фаронса муқимӣ шуд ва аз он ҷо кори филмсозию омӯзгориашро давом дод. яке аз муаррифгарони фарҳангу сунъатҳои тоҷикӣ дар Аврупо буда, аз мустанадҳои ахираш ба таҳқиқи заминаҳои ифротгароии динӣ дар Тоҷикистон дар мисоли пайравони Доиш бахшида шудааст. шабонарӯзи ахир дар бархе аз бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон арзиши $100 амрикоӣ ба 952-954 сомонӣ расидааст. 1000 рубли русӣ имрӯз ба 120 сомонӣ баробар аст. қурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон каме фарқ мекунад ва барои имрӯз 12 март чунин таъин шудааст. расидем ба поёни барнома. ташаккур барои ҳамроҳии бинандаи азиз ва хабарҳои дигар дар давоми рӯз аз Сомонаи Озодӣ пешниҳоди шумо мешавад. хайр, то мулоқоти дигар.